ترک سنت رواتب در سفر به این معنا نیست که انسان نوافل یا بعضی سنت هایی که از رسول الله صلی الله علیه وسلم نقل است اونها را نخواند، مانند نماز چاشت یا نماز تحیه مسجد یا تحیه وضو، امثال از اینها. از ابو هریره رضی الله عنه نقل است، در سنن ابو داود حدیث می آید. ابو هریره رضی الله عنه می فرماید اوصانی خلیلی بثلاث لا ادعهن فی سفر ولا حضر. دوست من که رسول الله صلی الله علیه وسلم هستند، انها مرا به 3 چیز وصیت کردند که نه در حالت سفر و نه در حالت اقامت ترک کنم. و 3 چیز چی است؟ از جمله رکعتی الضحى، 2 رکعت نماز چاشت، و صوم 3 ایام، و همچنان روزه 3 روز روزه در هر ماه که روزهای 13 و 14 و 15. و الا انام الا علی وتر، و وصیت سومشانه که یعنی وتر قبل از خواب باید بخوانم، یعنی پیش از اینکه خواب کنم باید وتر بخوانم. و این حدیث ابو هریره رضی الله عنه صحیح است و واضح دلالت میکنه که بعضی نمازهای نفلی را انسان در سفر میتونه بخواند، اما سنت راتبه اصل میست که انسان ترک کنه و ترکش سنت است. و همچنین در صحیحین، صحیح بخاری و صحیح مسلم، به روایت ابن عمر رضی الله عنهما نقل است، فرمودن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت يومي إيماء صلاة الليل. رسول الله صلی الله علیه وسلم در سفرشان بالای سواریشان نماز می‌خواندند، حیث توجهت، هر طرفی که سواری حرکت میکرد، یعنی قبله هم اگر تغییر میکرد اشکال نداشت. یومی ایماء، در بالای مرکب چطور نماز میخوان؟ اشاره میکردن به یک نوع اشاره، یعنی رکوع از خودش اشاره خاص است، کمکی پست، و از او پایینتر اشاره به سجده میکنی پستر، و همچنان قیام که استاد میباشن. و این نماز شبشان بود، یعنی نماز شبشانه، قیام اللیل شانه در روز میخواندن. الا الفرائض و یوترو علی راحلته، مگر فرایض که در بالای مرکب سوار نمیخواندن. در بعضی روایت میاد که رسول الله صلی الله علیه وسلم نمازی فرض وقتی که فرا میرسید پایین میشدن فرض میخواندن. و یوترو علی راحلته، و وتر خود هم بالای مرکب میخواندن. این واضح دلالت میکنه که وتر واجب نیست، سنت است. اگر واجب میشد، فرض میشد، باز بالای مرکب نمیخواندن.